اول قرآن یه دیدی به آینده میده، بعد یه نگاهی به گذشته، بعد میره سراغ خدا و اینا. موضوعات فقهی 2-3 سال آخره، یعنی مثل نقاشی روبنایی ساختمانه، چیزی که 95% انرژی جوامع اسلامی رو به خودش اختصاص داده. سوره هایی که اول اومده اذا زلزلت الارض زلزالها، یه موقعی زلزله عظیم این زمین رو فرا میگیره. القارعه و ملقارعه، اون انفجار کوبنده. یا سوره الحاقه، الحاقه و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه. یا سوره واقعه، اذا وقعت الواقعه، موقعی که اون واقعه اتفاق بیفته، لیس لوقعتها کاذبه، که هیچ دروغی هم نیست در اون اتفاق عظیم. خافضتون رافعه، نه یک انقباض فوق‌العاده‌ای و بعد انبساط عظیمی فرا میگیره جهان رو. یا سوره انفطار، اذ السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت، تمام ستاره ها مثل این نخ تسبیح که بندش پاره شده باشه چطور همه چی به هم میریزه. دریاها آتش میگیره، این آب تبدیل به هیدروژن و اکسیژن میشه که هر دوش آتش‌ساز. کوه ها پودر میشه، میگه در واقع همه چی. یعنی یک انفجار عظیم در پایان این دنیای فعلی ما که معلوم نیست حالا منظومه شمسی بازویی از کهکشان ماست یا قسمتی از کهکشان، خود کهکشان. قرآن مرتب از اون واقعه اسم میبره. حالا در سوره‌های مختلف، طارق، بروج، انشقاق، انفطار، تکویر، اذا السماء کبرت، اذا الشمس کبرت، نمیدونم فراوان در این سوره ها اگر ببینیم جزء آخر تماما راجع به این پدیده عظیم فوق‌العاده است که در انتهای جهان رخ میده. در این سوره 3 پرده مثل 3 تا نمایش یا 3 صحنه رو برای ما نشون میده. یکی آیات 1 تا 5 که این انشقاق رو در سطح کیهانی کهکشانی نشون میده. 10 تا آیه بعدش به انسان میپردازه، این موضوع جدایی رو در مورد انسان، و 10 آیه بعدش هم به زمین و تاریکی روشنایی ها که این تفاوت ها رو برای ما به وجود میاره. اذا السماء شقت، اذا همطور که عرض کردم فراوون توی قرآن به این وقایع اشاره کرده. اذا زلزلت الارض، اذا دکت الارض، فراوان تو این سوره ها. موقعی که کوه ها سیر پیدا میکنن، موقعی که ستاره ها کدر میشن، موقعی که تمام پدیده های آسمان همه متلاشی میشه، خورشید تاریک میشه. سوره های قرآن مرتب به اون اذا، زمانی که اون موقع وقتی فرا رسید این اتفاق، آثارشو با 100 جلوه نشون میده به ما. موقعی که آسمان، سما، منظور از سما هوا نیستش، چون هوا چیزی نیست که به هم چسبیده باشه که بخواد جدا بشه. سمو یعنی اونایی که بالا سرمونه. الف لام هم میاد اون چی که ما میبینیم، آسمان در واقع در محدوده ما. منظور خورشید و ماه و ستاره هایی که تو منظومه شمسی هست یا دورتر از اون، یعنی جهانی که پیرامون ماست. حالا عرض کردم نمیدونیم این اتفاق رو منظومه شمسیه یا این کهکشان ها. میدونیم ما متعلق به کهکشان راه شیری هستیم، یکی از 100 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم میلیون ها خورشید وجود داره و هزاران هزار منظومه است که یکیش منظومه شمسی ماست. دقیقاً مشخص نیست که این اتفاقی که میفته ابعادش تا کجا هست، ولی به هر حال آثارشو داره میگه. از السماء شقت، موقعی که این مجموعه ستاره ها و خورشید ها جدا میشن، یعنی درست همطور که عرض کردم مثل میوه‌ای که میرسه خودش سنگین شده، اون بند ارتباطیش به درختم نازک شده،
ضعیف شده، وقتی رسید میفته. پس هر پدیده‌ای وقتی برسه جدا میشه. بچه هم همطور که عرض کردم تو رحم مادر وقتی که 9 ماه شد میرسه دیگه میفته، دیگه بچه جدا میشه. همه پدیده ها همینطورن، از یه نقطه آغاز شدن به کمالشون که میرسن جدا میشن. در یه نگاه بالاتر همه خورشیدها هم همینطورن، حدود 10 تا 12 بیلیون سال بیشتر عمر نمی‌کنن دیگه. عمر ستاره هم محدوده. یه عمر دارن، دوران تولد دارن، دوران زندگی دارن و دوران مرگ دارن ستاره ها. آسمان بالا سرمون دفعه پیشم عرض کردم مثل هم قبرستانه هم مثل زایشگاهه. هر روز هزاران خورشید متولد میشن و هزاران خورشیدم